سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی، خیلی خوش اومدیم به دوره آموزشی سرویس و تعمیر آبگمکن‌های دیواری. بهتون تبریک میگم، تو یکی از بهترین دوره‌های آموزشی شرکت کردیم. بنده علیرضا منتظری به اتفاق همکارم مهندس رسول مقانلو در خدمت شما عزیزان هستیم تا یه دوره فوق‌العاده پربار در مورد آموزش سرویس و تعمیر آبگمکن‌ها رو با هم داشته باشیم. تو این دوره 2 جلسه کامل در مورد شناخت قطعات آبگمکن‌های شمکدار، آیونایز و فندار رو با هم در پیش داریم. به اتفاق همدیگه اسلاید به اسلاید با قطعات آشنا میشیم. حتما سعی کنین این 2 جلسه تئوری رو چند بار مشاهده کنین، نوت برداری فراموش نشه تا با یه دید کلی از شماتیک قطعات آبگمکن وارد جلسات عملی بشیم و بتونیم پرقدرت این دوره رو کامل مشاهده کنیم و وارد بازار کار بشیم. بیش از این وقت رو تلف نمی کنیم و میریم سراغ سرفصل‌های دوره. تو این دوره شما با شناخت قطعات آبگمکن، نحوه عملکرد اون، باز کردن تموم قطعات از شاسی، دونه بدونه قطعات رو با هم باز میکنیم. اسیدشویی قطعات مسی و برنجی مثل مبدل دستگاه، مثل رگولاتور آب، دونه بدونه رو با هم اسیدشویی میکنیم. از چه نوع اسیدی استفاده بکنیم، تمام اینا رو براتون توضیح میدیم. سرویس مجموعه شیرگاز و پیلوت رو داریم. تعویض تمامی واشرها و اورینگ های مصرفی دستگاه که توی سرویس سالیانتون حتما باید تعویض بشه. بعد از اینکه دستگاهتون سرویس شد، چجوری دستگاه رو تست بکنین که با خیال راحت ببرین و دستگاهتون رو تو خونه مشتریتون نصب کنین. بیابی و رفع مشکلات آبگمکن رو داریم. مشکلاتی که عمدتاً توی آبگمکن‌ها به وجود میاد دونه به دونه رو براتون توضیح میدیم که آشنایت داشته باشین و نحوه برخورد و پوششتون تو خونه مشتری که بسیار اهمیت داره رو به اون میپردازیم. بدون اتلاف وقت میریم برای قسمت اول. معرفی و شناخت قطعات آبگمکن‌های بدون فن. کلاهک تعدیل. وظیفه کلاهک تعدیل خارج کردن گازهای حاصل از احتراق و جلوگیری از خاموش شدن شمعک بر اثر وزش باده. ببینید دوستان، کلاهک های تعدیل رو به گونه‌ای طراحی کردن که در کنار اونها دریچه هایی وجود داره که هوای تازه وارد کلاهک میشه و همون فشار هوای تازه باعث میشه که گازهایی که اینجا در اثر احتراق به وجود اومده به سمت دودکش و خروجی ما هدایت بشه. کلاهک ها اصطلاح خیلی بالایی ندارن و قطعاتی نیستن که خیلی تعمیری باشن یا خیلی بخواین شما سالی 1 بار تعویض کنین. نه، توی سرویس های شما فقط در حد اینکه چک بشه و تمیز کنین و آتو آشغالی چیزی نباشه کفایت میکنه. حالا سایز دودکش خیلی مهمه. نحوه نصب دودکش شما عمودی باشه یا افقی باشه خیلی مهمه که در آینده و جلوتر به اون اشاره میکنم. مبدل های حرارتی. وظیفه این قطعه در آبگمکن‌های دیواری تبادل دما و انتقال حرارت به آبه. مبدل ها داره یک ورودی و یک خروجی آب هستند که از یک طرف آب وارد مبدل میشه و بعد از اینکه گرم میشه از طرف دیگه خارج میشه و به سمت مصرف کننده هدایت میشه. جنس مبدل ها از مس. دلیل اینکه اومدن مبدل رو از مس ساختن به خاطر تبادل سریع حرارت از فلز مس استفاده میکنن تا فرایند گرم شدن آب در کمترین زمان ممکن اتفاق بیفته. داخل مبدل ها از یه سری ورق ها استفاده میکنن به اسم فین. این ورق ها کارشون چیه؟ کارشون اینه که آتیش مستقیم به این لوله هایی که الان توی عکس دارین میبینین مستقیما به این لوله ها اصابت نکنه. چرا؟ چون اگه آتیش مستقیم به این لوله ها بخوره هرچه زودتر یا در کمترین زمان این لوله ها آسیب میبینن و اون حرارتی که داخل مبدل تولید میشه سریعا از طریق دودکش خارج نشه و بتونن بهترین دما رو از مبدل بگیرن و به آب انتقال بدن تا زودتر آب گرم بشه. ترموستات حد و ترموستات دود یا کلید ایمنی حرارتی. یکی دیگه از قطعاتی که بسیار نقش مهم و ایمنی تو آبگمکن‌ها داره
ترموستات حد و ترموستات دوده. وظیفه ترموستات حد اینه که اگه دمای آب از 100 درجه به بالاتر بره، دستور قطع گاز رو به شیر مغناطیسی میفرسته تا مسیر گاز مسدود بشه. محل قرارگیری ترموستات حد روی مبدلای آبگرمکن‌ها قرار میگیره که موقعی که به هر دلیلی شعله خاموش نشه و شعله یه سره کار بکنه، دمای آب توی مبدل ها بالا بره، ترموستات حد دستور قطع گاز رو به شیر مغناطیسی میده. اما ترموستات دود رو روی کلاهک تعدیل میذارن تا اگه به هر دلیلی به خاطر پس زدن یا عدم مکش صحیح دودکش و داغ شدن کلاهک به هر شکلی دود خارج نشه، ترموستات دود وظیفه قطع کردن گاز رو به شیر مغناطیسی اونم صادر میکنه. پس این دوتا کلید بسیار بسیار مهمن و فقط به خاطر ایمنی دستگاه توی آبگرمکن‌ها قرار میگیرن. مشعل یا برنر. نقش برنر تو آبگرمکن‌ها تولید حرارت و تشکیل یه شعله جهت گرم شدن آب داخل مبدله. برنرها وظیفه‌شون توی آبگرمکن چیه؟ وظیفه‌شون اینه آقا یه شعله ای رو تشکیل بدن، یه حرارتی رو ایجاد کنن که آبی که داخل مبدل ما قرار داره از طریق حرارت این مشعل گرم بشه. اوکی، حالا داخل این برنرها یه سری ژیگلور قرار داره که موقعی که گاز داخل این برنر یا مشعل ما میاد به همراه هوا مخلوط میشه و یه همچین شعله ای رو ما میتونیم از برنرمون بگیریم. اوکی، برنر فقط کارش همینه، چیز خاصی نداره، تعمیر خاصی نداره، استهلاک خیلی بالایی نداره. شما میتونین با تعویض یه سری ژیگلورها و یه سری قطعاتی که دخیلن توی این موضوع از گاز شهری به گاز مایع حتی برنرتون تبدیل کنین. جایی هست که هنوز گاز شهری لوله کشی نشده و میخوان از کپسول استفاده کنن، خیلی راحت با تعویض یه سری نازل و یه سری قطعات میتونین شما از گاز شهر به گاز مایع تبدیلشون کنین. الکترود و جرقه زن. ببینین توی آبگرمکن‌های پیلوت دار برای اینکه بتونین آبگرمکنتون رو روشن کنین باید اول شمعک آبگرمکنتون روشن بشه. برای روشن کردن شمعک آبگرمکن شما نیاز به یه جرقه زن دارین. جرقه زن‌ها از 3 قسمت تشکیل میشن، یکی خود جرقه زنه، یکی سیم رابط و یه دونم الکترود یا همون سرامیکی جرقه زن. استهلاکی که جرقه زن داره یا خود جرقه زن خراب میشه، یعنی دیگه نمیتونه جرقه تولید کنه، یا سرامیکیش میشکنه، یا اینکه سیمش قطع میشه. وظیفش توی آبگرمکن زدن یه جرقه است جهت روشن شدن پیلوت آبگرمکنمون. خیلی استهلاک بالایی نداره، عمرشون طولانیه و در نهایت اگه یکی از این 3 قطعه بخواد خراب بشه میتونین خیلی راحت تعویض کنین. یا شمعک. تو آبگرمکن‌های پیلوت دار شمعک آبگرمکن دائما روشنه و وظیفه اون روشن کردن مشعل یا برنر آبگرمکنه. اوکی بچه‌ها، توی اسلاید قبل داشتیم در مورد جرقه زن صحبت می‌کردیم. این دقیقاً همون جرقه زنه که اینجا دقیقاً توی این قسمت قرار میگیره و با ایجاد جرقه‌ای که تولید می‌کرد این پیلوت ما، شمعک ما روشن میشه. این هم دقیقاً سیم همون جرقه زنی که رفته خورده سر اون قسمتی که بهتون نشون دادم، قسمت جرقه زن. بچه‌ها پیلوت کارش اینه که فقط آماده باش موقعی که آبگرمکن میخواد روشن بشه بتونه سطح برنر ما رو روشن کنه. اینجا یه دریچه‌ای وجود داره توی شمعک ما جهت ورودی هواست که شعله‌ای که اینجا تشکیل میشه، اون یه ذره شمعکی که تشکیل میشه زرد نسوزه و با هوا ترکیب میشه و یه شعله آبی رو به ما میده. یک نوع شمعک اینجوریه، یه مدلم به این شکله. پس این شد کار شمعک آبگرمکن. میریم برای اسلاید بعد، برای ترموکوب. ترموکوبلا یه قطعه ایمنی مثل ترموستات حد، مثل ترموستات دود که اونا هم یه قطعات ایمنی بودن که توی آبگرمکن قرار می گرفتن، این هم دقیقا یک قطعه ایمنیه. در صورتی که شمعک ما در اثر وزش باد یا حالا هر دلیلی که میخواد داشته باشه خاموش بشه،
سریعا فرمان به شیر مغناطیسی یا بوبین ما میده و از نشت گاز جلوگیری میکنه. ببینین این ترموکوبل عملکردش اینجوریه، موقعی که در کنار شمعک قرار میگیره و شعله شمعک به سر ترموکوبل ما میخوره، یه برق تقریبا خیلی خیلی ضعیفی در حد میلی ولت تولید میشه که با اون برقی، اون جریانی که تولید میشه بوبین ما رو تحریک میکنه و بوبین ما میچسبه. موقعی که بوبین میچسبه، اون راهی که باید، گازی که باید به سمت شمعک ما هدایت بشه رو باز میکنه. حالا اگه شمعک ما خاموش بشه و حرارت به سر ترموکوبل ما نخوره، اون جریان قطع میشه و بوبین ما به حالت اولش برمیگرده و باز میشه. پس ترموکوبل هم شد یک قطعه ایمنی دیگه در آبگم کن که جلوتر تو بخش عملی کاملا روش تستش رو بهتون نشون میدم و با هم دیگه باز میکنیم ببینیم چه کاری انجام میده. مجموعه رگولاتور آب. مجموعه رگولاتور آب تشکیل شده از یه تعداد قطعات که در ورودی آب قرار میگیره و نقش اون تشخیص باز شدن آب گرم مصرفی و فرمان روشن شدن آبگم کن رو به صورت مکانیکی صادر میکنه. دوستان، رگولاتور آب یکی از مهمترین بخش های آبگم کنه. 90% ایراداتی که یه آبگم کن براش پیش میاد دقیقاً از داخل همین رگولاتور آب نشأت میگیره. ببینین توی رگولاتورها یه سری قطعات وجود دارن که هر کدومشون یه سری وظایف خاص دارن. ما توی جلسه عملیمون یه جلسه اختصاص دادیم به خورد کردن، جمع کردن، تعویض یه سری واشرها، اورینگها، اسیدشویی رگولاتور. تماما اینا رو براتون توضیح میدم و سرویس رگولاتور آب رو به صورت کامل بهتون توضیح میدم. اوکی، فعلا در همین حد شکل رگولاتور آب رو به ذهنتون بسپارین تا بریم جلوتر بیشتر باهاش آشنا بشیم. شیر تنظیم دما یکی از اون قطعاتی که داخل رگولاتورهای آب قرار میگیره و وظیفه تنظیم فشار آب و میزان دمای آب رو داره. شیر تنظیم دماست. شیر تنظیم دما میتونه توی کارکرد آبگم کن توی زمستون و تابستون بسیار کارآمد باشه. با تغییر جهت میتونین طول شعله آبگم کنتون رو نسبت به فشار آب تغییر بدین. بچه‌ها توی آبگم کن، توی رگولاتور آبگم کن اومدن از شیر تنظیم دما استفاده کردن که کاراییش به چه صورته؟ شما با تغییر جهت شیر تنظیم دما طول شعله آبگم کن رو بالا میبرین اما فشار آب رو پایین میارین و با برعکس چرخوندن اون طول شعله آبگم کن پایین میاد و فشار آبتون میره بالا. این یه نمونه شیر تنظیم دماست که توی نسل قدیم آبگم کنهای بوتان قرار میگیره. همینجوری که دارین میبینین داخل رگولاتور قرار گرفته و این یه نمونه دیگه است که تو نسل جدید گذاشتن. این تقریبا 45 درجه 60 درجه میچرخه، اما این به سمت عقربای ساعت و برعکس عقربای ساعت میچرخه. شما با تغییر جهت اینا میتونین طول شعله نسبت به فشار آب رو تنظیم کنین. شیر احتراق آهسته برای جلوگیری از روشن شدن انفجاری آبگم کن و باز شدن مسیر گاز به صورت نرم و تدریجیه. یکی دیگه از قطعاتی که تو رگولاتورهای آب قرار گرفته شیر احتراق آهسته است. کار این قطعه اینه که آبگم کنه ما به صورت انفجاری روشن نشه. یه سری ریزکاری ها داره، یه سری موارد وجود داره که اونا رو تو جلسات عملی کاملا تشریح میکنیم و باید یه سری مسائل رو در مورد این قطعه باهاتون در میون بذارم که جاهایی که میرین تو خونه مشتری میبینین دستگاهتون به صورت انفجاری روشن میشه، یکی از علتاش خرابی همین شیر احتراق آهسته است. دیسک و پرده دیافراگم دو تا قطعه دیگه که داخل رگولاتور آب قرار دارن و نقش تشخیص حجم و فشار آب ورودی رو برای تنظیم شعله به عهده این دو تا قطعه است. ببینید بچه‌ها، این قیافه و شکل دیسکه و اینم پرده دیافراگمه.
در همین حد شما شکل این دوتا قطعات رو به ذهنتون بسپرین که حالا چه عملی انجام میدن، وظیفهشون چیه و چه کاری انجام میدن و تو جلسه عملی کاملا با هم صحبت میکنیم و توی جلسه سرویس رگولاتور آب کاملا اینا رو باز میکنیم و میبینیم که چه کاری انجام میدن. رابط چند راهه گاز. رابط چند راهه گاز یک قطعه توی آب جمع کن که بین چند تا قطعه دیگه قرار میگیره. بین شیر گاز، رگولاتور آب و مشعل قرار گرفته. یه سوپاپ داخل این رابطه چند راهه ماه که با فشاری که توسط دیسک و پرده دیافراگم ما به اون وارد میشه خودش رو عقب میکشه و مسیر گاز رو از سمت شیر گاز ما به سمت مشعل باز میکنه. ببینین این قطعه ای که من اینجا کادر گذاشتم دورش، این قطعه رابط چند راهه گاز ماست. این شیر گاز ماست، این رگولاتور آب و اینم مشعل. بین این سه تا قطعه قرار گرفته. موقعی که پرده دیافراگم و دیسک ما فشاری رو ایجاد میکنن، این سوپاپی که این قسمت قرار داره عقب میره و مسیر گاز به سمت مشعل باز میشه. مجموعه شیر گاز. این شیر وظیفه کنترل جریان عبور گاز به مشعل توسط ولومی که روی اون طراحی کردن به صورت دستی قابل تنظیمه. بچه این عکسایی که داریم میبینین، این قسمت تصویر یک مدل شیر گاز مدل بوتان نسل قدیمه و این یه نوع شیر گاز مدل بوتان نسل جدیده. اوکی، تو برخی موارد این پایه شیر گاز آسیب میبینه و باید این یه تیکه پایه تعویض بشه. برای تعویض این پایه شیر شما باید یه سری قطعات رو دمونتاژ کنین و دوباره پایه رو عوض کنین و قطعات رو مونتاژ کنین روی همین قسمتی که وجود داره. اینو توی دوره عملی کاملا بهتون شرح میدیم که چجوری باید دمونتاژ کنین و دوباره مونتاژ کنین. این شیرای گاز جدیدم که خیلی مقوله خاصی نداره که بگم مثلا چجوری، ولی اینم باز میشه، کاملا خورد میکنیم، نشون میدیم و بیشتر باش آشنا میشیم. شیر پروانه‌ای گاز محل قرارگیری اون توی ورودی شیر گاز آب جمع کنه و با چرخش 90 درجه فشار گاز ما رو تنظیم میکنه. اونم به صورت دستی باید تنظیم کنین. اوکی، یه همچین شماتیکی داره که دارای یه همچین دیسکیه داخل این شیر گاز ما قرار میگیره و با چرخش 90 درجه شما طول شعله و فشار گاز شما بیشتر یا کمتر میشه. شیر مغناطیسی یا بوبین، اگه یادتون باشه توی اسلایدهای قبلی، توی اسلاید ترموکوبل در مورد بوبین یه اشاره‌ای بهش شد. دقیقا موقعی که ترموکوبل داغ میشد و یه جریان خیلی پایینی رو تولید میکرد، با نگه داشتن ولوم آب جمع کن این بوبین ما فنرش جمع میشد و موقعی که ترموکوبل ما اون جریان رو به این بوبین میرسون، این بوبین دیگه تا حالت بسته قرار میگرفت و اون راه مسیر پیلوت ما باز میشد و باز میموند. اوکی، با جریان الکتریکی که از ترموکوب دریافت میکنه به صورت دستی تحریک میشه و مسیر گاز ورودی به مشعل رو باز میکنه. با مسیر گاز ورودی به مشعل منظور همون مسیر گاز پیلوته. اوکی، در صورتی که شعله شمک به هر دلیلی خاموش بشه، جریان الکتریسیته ترموکوبل ما قطع میشه و شیر مغناطیسی ما به حالت قبل برمیگرده و مسیر گاز رو مسدود میکنه. در حالت عادی شیر مغناطیسی به این صورت قرار گرفته که موقعی که ما دستی اینو تحریک میکنیم و اون جریان ترموکوبل بهش میرسه، این فنر کاملا جمع میشه. موقعی که دیگه ترموکوبل ما حرارت بهش نخوره و اون جریان قطع بشه، این وبین ما دقیقاً فنر باز میشه و به این حالت برمیگرده. محل قرارگیری این قطعه عموما پشت شیر گازه و مهره ترموکوب به اون متصل میشه.
این دقیقا شیر گاز ماست که این بوبین ما اینجا قرار میگیره و ترموکوبل ما اون قسمت رزوش میاد داخل اینجا قرار میگیره. خب دوستان به پایان جلسه اول رسیدیم. خسته نباشین. توی این جلسه در مورد قطعات آبگمکن‌های بدون فن با هم صحبت کردیم. هدف از توضیح قطعات این بود که فقط شما یه آشناییتی داشته باشین. تمام این قطعاتی که بهتون معرفی کردم و توی دوره عملی کاملا براتون توضیح میدیم، تشریح میکنیم، قطعات رو باز میکنیم، اسیدشویی میکنیم، یه سری واشرها رو عوض میکنیم. اصلا نگران این موضوع نباشین. شاید توی یه سری از اسلایدها متوجه نشدین یا گنگ بود براتون، اصلا نگران نباشین. ما جلسات عملیمون تماما قطعات رو باز میکنیم و بهتون نشون میدیم. امیدوارم که عالی باشین. در پناه حق. خدا نگهدار.